27 ایول یک مرد ساکن مسکو یک زن 49 ساله از تاجیکستان را که قبلا در خانه آنها خدمتگاری میکرد در مرگ گربه دوست داشتهاش ایبدار کرده قریب کشته است. این مرد به قفس سینه زن دکور زده است. شبکه 360 از قبل مقامات فوق‌العاده خبر داد که این حمله روز 27 ایول در یک منزل در کوچه کوسکووا صورت گرفته. جبردیده حالا در حالت خیلی وزنین در بیمارخانه است. بنا به اطلاع رنتوه، زلفیه یگان نیم سال پیش به یک پیرزن نفقه خور در روبوچین خانهش کمک میکرد. بعد انجام روبوچین خانه و تهیه خوراک برای صاحب خانه، خدمتگار زن تاجیک از خانه می رود، ولی چند بعد گربه صاحب خانه ناگهان می میرد. پسر صاحب خانه فکر میکند که خدمتگار زن به گربه یگان خوراک روغنی داده سببگار مرگ وی شده است. او چند ماه نقشه حمله به خدمتگار سابق مادرش را کشیده بالاخره معین میکند که او حالا در یک خانه در کوچه کوسکووا خدمتگاری میکند. مرد با روی فریب توسط تلفن خود را کوریر معرفی کرده به آن خانه میآید و زن تاجیکستانی بیخبر از نقشه و نیت بد آن مرد درش را میکشاید. مرد برابر کشاده شدن در زن را به مرگ گربهش ایبدار کرده به قفس سینه‌اش نه کمتر از 10 ضربه کور زده است و سپس از جای حادثه فرار کرده است. بعد بازداشت مرد مادرش گفته است که او مشکل روانی داشت. مادرش اقرار کرده است که او را پیش دکتران روانشناس میبرد ولی به کسی نمیگفت، اما این میتواند دروغ هم باشد و شاید مادر میخواهد پسرش را با این راه از جوابگری جنایتی برای حمله خونی به خدمتگار زن بیچاره خلاص کند.